تا حالا با خودتون فکر کردین که چطور میشه به مفاهیم خیلی عمیق و معنوی رسید؟ توی این تحلیل قراره با هم یک طرح کیهانی رو بررسی کنیم که از دل یکی از متون کلیدی اسماعیلی بیرون اومده، دقیقاً برای پاسخ به همین سوال. بیایید ببینیم این نقش راه معنوی چطور کار میکنه. این وصیت واقعا سنگ بنای همه چیزه، اما کلمه کلیدی اینجا چیه؟ سنگین. ببینید این منظور وزن فیزیکی نیست اصلاً، منظور عمق فکری و معنوی هست، مفاهیمی اونقدر عمیق که عقل ما به تنهایی نمیتونه کامل درکشون کنه و این چالش اصلی ماجراست. خب سوال اصلی همینه، اگه این دوتا حقیقت انقدر سنگین هستن ما چطور میتونیم بهشون نزدیک بشیم؟ کل این نظام الهیاتی که قراره با هم بررسی کنیم در واقع یک جواب جامع به همین سواله. این نقش راه ماست. از ریشه واحد حقیقت شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ ریشه‌ها و شاخه‌های دین و در نهایت میرسیم به اون راهنمای زنده‌ای که کل این طرح کیهانی رو امروز برای ما معنادار می‌کنه. بزن بریم. خب بخش اول، زنجیره‌ای از نور الهی. اینجا می‌خوایم ببینیم رابطه بین کتاب آسمانی و راهنمای الهی دقیقاً چیه. این دوتا چطور همدیگر رو کامل می‌کنن و چرا هر دو برای فهمیدن حقیقت ضروری هن. این واقعاً هسته اصلی کل این نظامه. این اسلاید خیلی قشنگ این رابطه رو نشون میده. ببینید این دوتا از هم جدا نیستن، بلکه کاملاً مکمل همدیگه هستن. قرآن تنزیل هست، یعنی وحی ظاهری، کلام نوشته شده. اما امام تأویل رو ارائه میده، یعنی معنای باطنی و تفسیر عمیقش رو. به عبارت دیگه یکی متنه، اون یکی کلید درک اون متنه. هیچ کدوم بدون اون یکی کامل نیست. خب اگه قرآن و امام مکمل هم هستن، پس ریشه هر دوی این حقیقت‌ها کجاست؟ توی این بخش میرسیم به بنیاد مطلق این کیهان شناسی، اون نقطه واحدی که همه چیز ازش شروع شده. به این مفهوم میگن اصل الاصول، یعنی ریشه همه ریشه ها. مثل یه بذر واحد تصور کنید که کل درخت واقعیت ازش رشد میکنه. این همون فرمان الهی کن یا باش هست، اون لحظه آفرینشی که همه چیز رو به وجود آورد. بسیار خوب، از اون بذر واحد یک ساختار رشد میکنه. این ساختار روی 4 تا ستون یا ریشه اصلی بنا شده. این ریشه ها هستن که درخت دین رو شکل میدن و جالبه که هم جنبه معنوی دارن و هم جنبه مادی. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. همونطور که میبینید این 4 ریشه به 2 حوزه تقسیم میشن. یه طرف ریشه های معنوی رو داریم، عقل کل و نفس کل که مفاهیم انتزاعی و کیهانی هستند. طرف دیگه ریشه های مادی رو داریم که توی دنیای ما تجلی پیدا میکنن، ناطق یا پیامبر و اساس یا بنیاد او. بیایید هر کدوم رو یکم باز کنیم. اولین ریشه معنوی عقل کل هست. این رو به عنوان اولین آفریده و سرچشمه تمام هوش کیهانی در نظر بگیرید. بهش قلم هم میگن، چون انگار همون ابزاریه که دانش الهی باهاش نوشته میشه. و خب اگه عقل کل قلم باشه، پس نفس کل همون لوح محفوظ هست که دانش روش ثبت میشه. این نفس کل که از عقل کل سرچشمه میگیره، منبعیه که تمام روح‌های فردی مثل روح من و شما از اون نشأت میگیرن. حالا میرسیم به ریشه‌های مادی، یعنی تجلی این حقیقت‌ها توی دنیای خودمون. اول ناطق یا سخنگو رو داریم. این همون پیامبریه که توی یک دوره خاص پیام الهی رو به صورت عمومی اعلام میکنه و یک شریعت یا قانون ظاهری برای جامعه میاره. اما هر پیام ظاهری معنای باطنی هم داره، درسته؟ اینجاست که شریک ناطق یعنی اساس یا بنیاد وارد عمل میشه. اگه ناطق قانون ظاهری رو میاره، اساس معنای عمیق و درونی اون رو آشکار میکنه. برای همینه که به مولانا علی که اساس پیامبر اسلام بودن میگن دروازه شهر علم. خب ریشه های درخت دین رو شناختیم. حالا از این ریشه ها میریم بالاتر و میرسیم به شاخه ها. این شاخه ها در واقع یک سلسله مراتب برای پخش کردن دانش بین کسایی هستن که دنبال حقیقت میگردن. این اسلاید مسیر تعالی معنوی رو نشون میده. این یه سفره. یه جوینده به عنوان مستجیب، یعنی کسی که به دعوت جواب میده، کارش رو شروع میکنه و میتونه پله پله توی مراتب دانش بالا بره
تا به مقام حجت یا برهان دین برسه. و نکته شگفت‌انگیز اینجاست. این مراتب معنوی فقط یه ساختار انسانی نیستن، بلکه عمیقاً با نظم کیهان گره خوردن. همونطور که می‌بینید هر رتبه‌ای با یک ماه از سال مطابقت داره. این یعنی یه هماهنگی کامل بین رشد معنوی انسان و چرخه کیهان وجود داره. فوق‌العاده است. و حالا میرسیم به اوج این طرح کیهانی. اون شخصیت محوری که کل این ساختار رو از یه نظریه انتزاعی به یه واقعیت زنده و پویا تبدیل میکنه، امام زمان. من وجه خدا هستم. این یه نقل قول فوق‌العاده قدرتمنده. وجه خدا یعنی صورت خدا. البته که منظور یه صورت فیزیکی نیست، بلکه به این معناست که امام اون تجلی زمینی هست که از طریق اون میشه خدا رو شناخت و به معرفت الهی رسید. امامت یک زنجیره ناگسستنی از نور الهیه. درست مثل این تصویر، هر امام مشعل هدایت رو از امام قبلی میگیره و یک لایه جدید از نور فکری بهش اضافه میکنه تا راهنمای زمانه خودش باشه. این همون مفهوم زیبای نورون علی نور هست. پس نقش امام زمان توی این ساختار چیه؟ خب، اون سنگ بنای همه چیزه. راهنمای زنده، خورشید معنوی که به روح و عقل ما نور میده. اون کسیه که دانش کامل باطنی قرآن یعنی تأویل رو داره و در نهایت از طریق پیروی از اونه که یک جوینده میتونه به معرفت حقیقی دست پیدا کنه. خب ما این طرح کیهانی پیچیده رو با هم بررسی کردیم، از ریشه هاش گرفته تا امام زنده. اما سوال اینه که چرا اینها مهمه؟ این مفاهیم چطور به زندگی امروز ما ربط پیدا میکنه؟ نکته کلیدی اینجاست. این فقط یه سری مباحث الهیات انتزاعی نیست. این یک نقشه راه عملیه که برای یک هدف طراحی شده. جستجوی دانش. بر اساس این دیدگاه، هدف اصلی آفرینش به دست آوردن دانش هست و تمام این نظام از ریشه ها تا راهنمای زنده ابزاری برای رسیدن به این هدفه. و در نهایت با این فکر به پایان میرسیم. رحمت خدا دانش است. اگه این جمله درست باشه، پس بزرگترین سوال برای هر کدوم از ما اینه که چطور میتونیم اون دانش رو توی زندگی خودمون جستجو کنیم. این سوالیه که این طرح کیهانی ما رو دعوت میکنه تا بهش فکر کنیم. ممنون از همراهیتون.